آیا میدانید ذکر و یاد الله چه فضیلت و خوبی هایی دارد؟ آیا برایت بسنده نیست که الله رب العالمین، پادشاه پادشاهان، مالک و مدبر تمام کائنات، در نزد فرشتگان مقرب نام تو را یاد کند، تو را به سبب ذکر و یاد خودش با رحمت و مغفرتش نوازد، مشکلات تو را برطرف کند و غمها را از تو دور کند؟ الله رب العالمین می فرماید فذکرونی اذکرکم، یعنی پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. در تفسیر درالمنصور امام سیوطی رحمت الله علیه آمده است خالد ربعی رحمه الله درباره این آیت می فرماید و وقتی خواندن این آیت شتابان نگذر و کمی توقف کن. اگر از این آیت در قلبت یقین حاصل شد، یعنی یقین حاصل کردی که الله رب العالمین مرا یاد می کند، زبان تو از ذکر و یاد الله باز نمی ماند. خدایا برای ما توفیق عطا فرما که همیشه در ذکر و یاد تو باشیم.